این 7 رفتار در نگاه اول برای مردم بسیار مهم هستند. 1. سعی کنید که شنونده خوبی باشید. 2. در میان افراد غریبه خیلی راحت و بی‌پروا صحبت نکنید. 3. نوشیدنی خود را هورت نکشید. 4. بی سر و صدا غذا بخورید. 5. در محیط‌های عمومی فاصله خود را با جنس مخالف حفظ کنید. 6. از رفتارهای عاشقانه شدید در جمع دوستانه و عمومی بپرهیزید. 7. با هر قشری از جامعه مهربان و مؤدب باشید. 2 چیز در دنیا هست که باید نگرانش باشی. این که ببینی سالمی یا مریضی. اگر مریضی 2 چیز هست که باید نگرانش باشی. این که میمیری یا زنده میمونی. اگر زنده میمونی که نگرانی نداره. اگر میمیری 2 چیز هست که باید نگرانش باشی. این که میری بهشت یا جهنم. اگر میری بهشت که نگرانی نداره. اگر میری جهنم اونجا اونقدر آشنا میبینی که اصلا جای نگرانی نیست. ارزش نگرانی نداره. شاد باش و از زندگی لذت. برای اینکه زندگی رو بهتر ببینیم باید به این 3 مکان برویم. 1. بیمارستان. در بیمارستان میفهمید که هیچ چیز زیباتر از سلامتی نیست. 2. زندان. در زندان میبینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست. 3. قبرستان. در قبرستان در میابید که زمینی که امروز روی اون قدم میزنیم فردا سقفمان خواهد بود. زندگی هیچ ارزشی ندارد. پس بیایید قدر هر چیز باشیم تا کار را انجام بده اگر میخوای به یک زن آلفا و قدرتمند تبدیل بشی. 1. به دنبال تایید از دیگران نباش. 2. درگیر شایعات و حرفهای پوچ نشو. 3. هرگز از بیان نظر خودت نترس. 4. ارزش‌ها یا باورهای خودت رو به خطر ننداز. 5. از چالش‌ها و ریسک‌ها. 6. توانایی‌های خودت رو دست کم نگیر. 7. به هیچ وجه بی احترامی رو تحمل نکن. 8. اجازه نده که ترس تو رو عقب بندازه. رفتار شما را کاریزماتیک نشان می‌دهد. 1. همیشه لبخند طبیعی به لب داشته باشید. 2. با دیگران ارتباط چشمی برقرار کنید. 3. قبل از صحبت کردن فکر کنید. 4. صاف بایستید و قوز نکنید. 5. خود را مشتاق شنیدن نشان بدهید. 6. هیچ وقت خود را از دیگران برتر ندانید و مسخره نکنید. 7. اکت استرس و اضطراب مثل تکان دادن پا نداشته باشید.